نشان داده شده بود، باز پس گرفته شد و داوران همان حالتی به میون آمده رو تفتیش کردند و تصدیق کردند که برای مدینه اونجا، برای رقیب مدینه اونجا امتیاز نیست و برای مدینه شید نشان دادند. و این برای مدینه بسیار خوب است و اکنون او باید در ادامه وقتی باقی مانده تلاش کند که غالبیت را به دست بیارد. با چنین شکل گوشتن گرفتن برای مدینه مشکلی می آورد و شیدای دوم برای او نشان داده می شود. امکانیت خوب است برای مدینه و داور اشاره میکند که ایسته. یک دقیقه دیگر باقی مانده است و مدینه باید فعال باشد، ولی اینجا باز امتیازی وزری از دست میدهد و حالتی سیکمی و کار برای مدینه فکر میکنم که دیگر برطرف کرده میشود. حالتی سیکمی و در 37 ثانیه باقی مانده باید مدینه تنها و تنها اصول انجام بدهد و حرکت بکند که دیگر برایش کار مشکل است. دیگر باره حالتی سیکمی و همینطور کار برای او در چمپیونات جهان در دوشنبه خاتمه می‌یابد. همینطور غالبیت نصیب حیدر ولیعی می‌شود. او امکانیت پیدا کرد برای به دست آوردن نشان برنجی و مدینه قربانزاده باشد. در موقع هفتم قرار می‌گیرد.